خدا لعنتتون کنه با این کپی رایت. امروز تو این ویدیو میخوایم 10 تا از نه 10 تا چیه؟ یه دونه هم که نه. میخوایم گرونترین و ارزونترین یوتیوبر فارسی رو تست کنیم. شاید از خودتون بپرسید منظورم از گرونترین و ارزونترین یوتیوبر چیه؟ اگه نمیدونید الان سال 2025 اگه میخواید یوتیوبر خوبی باشید باید برای ویدیوتون پول خرج کنید. آره دایی، وگرنه ویدیوت آشغاله. هرچی بیشتر خرج کنی و ویو بگیری احتمال اینکه تو دوان وارز اول بشی بیشتره. چی؟ نمیدونی دوان وارز چیه؟ مهمترین و خفنترین ایونت و رویداد امسال. آره، و البته گرونترین. ولی خب ارزششو داره نه؟ میرید و خفنترین یوتیوبرهای مورد علاقتون رو میبینید و اگه یوتیوبر مورد علاقتون اونجا نبود شاید یوتیوبر مورد علاقتون خوب نیست. من از یوتیوب فارسی نجات بدید. قبل از اینکه بریم ارزونترین و گرونترین یوتیوبر رو تست کنیم باید بهتون بگم اصلا یوتیوبر چی هست. نمیشه که هر کسی برای خودش بیاد محتوا بذاره و بعد به خودش بگه یوتیوبر. زارت داداش گلم، باید تایید بشی. تایید. من چند نمونه از کسایی که اصلا یوتیوبر محسوب نمیشن یا اگرم محسوب بشن یوتیوبر شری محسوب میشن بهتون میگم. شماره 1 نیازی به رتبه بندی نیست. دوستان دوان وارز قبلا این کارو برامون انجام دادن. مرسی. هر کی تو مراسم نیست دیگه بریم سراغ کار خودمون. ارزون ترین یوتیوبر. بهتره اینو من از شما بپرسم، یوتیوبر ارزونی هم مگه داریم دیگه؟ من داشتم به این لیستا نگاه میکردم و هر کی تو این مراسم بود داشت ویدیو پرخرج گرون میساخت دیگه. چه بدونم مثلا خونه‌مو رفتم پر کف کردم، ریده شد تو خونم، یا آره دایی با باب اسفنجی ملاقات کردم و چه بگم همچین چرت و پرت. یعنی چیز چرت و پرت که نه، محتوای فاخر، محتوای ویدیویی خروس بزرگ دیگه بالاخره توسط 4 تا داور تایید شده. آره عزیزم که دیگه محتوای ارزون تو این یوتیوب فارسی نداریم. ویدیو پرخرج، همه کارخونه‌ای بست. البته که این نعمت بزرگ فقط مختص به یوتیوب فارسی نیست، کل دنیا میتونن از این نعمت بهره ببرن. و میدونید اینو مدیون کیم؟ مستر بیست قهرمان یه فرمولی کشف کرد که کل یوتیوب به گوه کشید. حقیقته یوتیوب فارسی هم از این قضیه بی‌نصیب نموند و سلامت به محتوا سازی بازگشت. حقیقتا هر کی دوزی، یعنی هر چیزی ویدیو میساخت رفت و تبدیلش کرد به یه ویدیو بهتر و پولساز. آره دایی، استاپ، این همش نیست. باید بدونید یه نفر دیگه هم هست که خیلی روی یوتیوبرهای فارسی تاثیر مثبت گذاشت. یوتیوبرهای فارسی یک بار دیگه انقلابی به پا کردن. هم اسپید باش، هم مستر بیست، و تو جفتش هم بد باش. و یوتیوب فارسی طبق معمول لول اپ شد. خوشبختانه همین الان هم داره از این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل میاد. مطمئن باشید که این ایونت عادلانه ترین ایونت ساله. عدالت از این ایونت میباره، چون که آرای مخاطبین همه چیزو مشخص میکنه. آره دایی. بیاید یه دور با هم شرایط رو مرور کنیم. همه یوتیوبرهای فارسی دارن ویدیوهای گرون قیمت میسازن. یه مراسم هم داریم که داره از این ویدیوهای گرون قیمت تقدیر میکنه. عالیه. یعنی اونی که تو این مراسم اول بشه گرون ترین یوتیوبر ساله. جواب نهایی من اینه که نه. والا اونشو که من دیگه نمیدونم کی گرون ترینه، ولی فعلا این میمو داشته باشید. استریمرهایی که میتوانن استریم کنند ورسز استریمرهایی که نمیتوانند استریم کنند. دلم گرفته مثل توالت. من ریدم تو این مراسمی که ساختید. یه ویدیو میم و مسخره بازی خواستیم بسازیم، 20 بار تغییرش دادم من اینو. انقدر لاجیکشه به امر. مراسم که کنسل شد، دوستانم فشار خوردن. خلاصه آپدیت ها